اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز چهارشنبه. هیئت مجلس نمایندگان کشور ایران در ادامه دیدارهای خود با سران امارت اسلامی با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء دیدار و گفتگو کردند که آثار و نشانه های مبارزه امارت اسلامی با مواد مخدر در ایران نیز محسوس شده است. در هفتم ماه سنبله سال 1402 هجری شمسی با تلاش های سفارت افغانستان در اسلام آباد و سرقنسولگری این کشور در کراچی 75 زندانی افغان از زندانهای ایالات سند پاکستان آزاد و با مصارف دولتی به کشورشان فرستاده شدند. محمد یونس مومن سرپرست اتاق صنعت و تجارت در نشست علما و بزرگان گفت سکتور خصوصی از تامین امنیت خرسند است و از نظام اسلامی حمایت کامل می کند. پلیس مبارزه با تروریسم بلخ در یک عملیات نظارتی یک ذخیره‌گاه بزرگ سلاح که شامل 37 میل کلاشینکوف، 1 میل پیکا و 9 میل سایر تجهیزات نظامی می باشند کشف و ضبط کرده است. پلیس 3 تن را در این مورد دستگیر کرده. پلیس شجاع حوزه 15 کابل یک موتر ربوده شده را کشف و دستگیر کرد. سارقین موتر مذکور را از یک تن شهروند در ساحه احمدشاه بابامین شهر کابل سرقت نموده بودند که پس از اطلاع به پلیس موتر کشف و به مالک اصلی آن تسلیم داده شد. 13 تانکر تیل بی کیفیت در بندر شیخ ابو نصر فراهی در ولایت فراه به ایران مسترد گردید. عطاالله ابرار آقا آمر بندر متذکره می گوید 13 تانکر تیل بی کیفیت که با استانداردهای این اداره مطابقت نداشت به کشور ایران مسترد گردید.